أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الامور المنهی عنها، یعنی کتاب در مسئله کارهایی که ممنوع شدگی هست از جانب شریعت، یعنی کارهایی را که اسلام منع میکند برای انجام دادنش. امام نووی رحمه الله در زیر این کتاب اولین باب رو می آورد، میگوید باب تحریم الغیبتی، یعنی که باب در مسئله حرام بودن غیبت کردن والامر بحفظ اللسان، و همچنین امر کردن به نگاه داشتن زبان. پس امام نووی رحمه الله برای حرام بودن غیبت و برای حفظ کردن زبان 3 آیت برای ما و شما تقدیم میکند. پیش از اون که این آیت را بخوانم، اولا حدیث از ابو هریره رضی الله عنه داریم که امام مسلم روایت میکند درباره غیبت. میگه روز رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن از اصحاب که آیا میدونید که غیبت چیست؟ اصحاب گفتند که الله و رسولش داناتر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ذکرک اخاک بما یکره، یعنی که درباره برادرت سخنان بگویی که خوشش نمی آید، پس ان همین غیبت است. یعنی که از پشت یک انسان سخنهای را بگویی که اون را خوشش نمی آید، اگر هرچند که در اون انسان آن سخنهای میگفتگی تو باشد، پس این غیبت است. پس شخص پرسان شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که آنچه را ما میگوییم در او وجود داشته باشد چی ای رسول الله؟ یعنی یک انسان را یک سخن میگوییم، آن انسان از آن سخن گفته ما خوشش نمی آید، اما واقعا در اون انسان آن چیزی که ما میگوییم هست، آیا این هم غیبت است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته، یعنی آن سخنی که تو درباره اون میگویی در اون انسان اگر واقعا باشد از پشتش که گفتی، تو آن انسان را غیبت کردی. و این لم یکن فیه ما تقول فقد بهته، و آن چیزی که تو درباره اون میگویی اگر در اون انسان نباشد، پس تو اون انسان را بهتان و تهمت بستی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را در این حدیث مبارکش برای ما و شما غیبت را واضح و روشن بیان کردند که غیبت یعنی که درباره یک انسان سخنی را میگویی که اون انسان را از آن سخن خوشش نمی آید. پس متاسفانه امروز یک سخن بسیاری از مردم را فریب دادگی است که یک انسان را غیبت کردنی می شوند، میگویند غیبتش نشود و صفتش شود. پس این یک دروغ بیش برای خودی تسلای دل اون انسان غیبت کننده نیست، یعنی این یک دروغ بیش برای راضی گرداندن اون غیبت کننده نیست. فقط اون غیبت کننده فکر میکند که گناه نگرفته ایستاده است، اما متاسفانه در گناه غوطیده ایستاده است. یعنی یک انسان را درباره اون انسان صحبت کردن، حتی اون چیز در اون انسان باشد، مثلا یک انسان را بگوی قدش کوتاه است، یک انسان را بگوی قدش دراز است، این هم در غیبت می‌دراید، اگر هرچند واقعا اون انسان قد دراز و قد کوتاه باشد. یا یک انسان را مثلا بگوی چشمش کلان است، یک انسان را بگوی دستانش فلان است، گفته یک چیز درباره‌اش میگوی از پشتش، پس این در غیبت می‌دراید، این از گناهان کبیره میباشد. این حکمش در اسلام از گناهان کبیره است. اما یک انسان رو در پیش رویش یگان عیبش رو میگویی، این ناسزاگویی هست.
این غیبت نمی شود، اما این ناسزاگویی به شمار می رود. این هم ناسزاگویی هم در اسلام جایز و درست نمی باشد. انسان باید از ناسزاگویی همچنین دوری بجوید، زیرا که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 28 می گوید که قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. الله سبحانه و تعالی امر دادگی نیست به کارهای زشت و ناسزاگویی. الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر به کارهای زشت و به سخنان ناسزاگویی امر کردگی نیست. و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث اصحاب را پرسید که اتدرون من المفلس؟ از اصحاب پرسان شدند که آیا شما میدونید ای صحابگان که مفلس کی است؟ مفلس کی بودن را شما میدونید؟ یعنی که صحابگان جواب دادند که مفلس کسی را میگویند که ثروت و مال ندارد. مفلس کسی را میگویند که مال ندارد، ثروت ندارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان المفلس من امتی، گفتند مفلس از امت من یأتی یوم القیامت بصلاة و صیام و زکات، کسی که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات می آید. و یأتی و قد شتم هذا، و می آید که دشنام دادگی است این را، و قذف هذا، و تهمت بستگی است به این، و اکل مال هذا، و خورد است مال این را، و سفک دم هذا، و ریزاند است خون این را، و ضرب هذا، و اینش را زده است. فیعطى هذا من حسناته، پس داده می شود به هر یکی از اینها از نیکی های اون انسان. و هذا من حسناته، و به اینش هم همچنین از نیکی های اون انسان داده می شود. فان فنیت حسناته، پس اون انسانی دشنام کننده و تهمت کننده و مال مردم خورنده و دیگرها را زننده و خون مردم را ریزاندگی را که فنیت حسناته، یعنی تمام شود نیکی هایش، قبل ان یقضی ما علیه، پیش از آنی که ادا کند آن چیزی که بالای این هست، اخذ من خطایاهم، پس گرفته می شود از خطاهایشان، فطرحت علیه، پس خطای اون انسان ها گرفته در بالای این انسان تهمتچی و بر بالای این انسان غیبت کن گذاشته می شود. ثم طرح فی النار، بعد این انسان پرتافته می شود در آتش دوزخ. الله اکبر. ببینید که غیبت کردن یا بدگویی کردن این سبب می شود که انسان در روز قیامت می آید می بیند که همه پاداشهایش از دست رفته است با سبب ناسزاگویی و غیبت کردن و تهمت بستن و دیگرها را آزار دادن. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 4 آیت می آورد. اولین آیتش سوره حجرات آیت 12 می باشد که الله سبحانه و تعالی می گوید، امام نووی رحمه الله می گوید که قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که ولا یغتب بعضکم بعضا. الله سبحانه و تعالی می گوید که و غیبت نباید کرد بعضیتان بعض دیگرتان را، که این آیت از اولش چنین است که الله سبحانه و تعالی از چند چیزها باز می دارد، بعد در قسم غیبت می گذرد. الله در سوره حجرات آیت 12 می گوید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. الله سبحانه و تعالی می گوید ای آن کسانی که ایمان آوردید، دوری بجویید از بسیار گناهان، هر آینه بعضی از گناهان گناه است. ولا تجسسوا، الله سبحانه و تعالی میگوید شما کنجکاوی نکنید، عیب دیگرها را جستجو نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، انا اکنون الله سبحانه و تعالی میگوید و غیبت نکنید شما بعض دیگرتان را. یعنی که الله سبحانه و تعالی در این آیت از 3 صفت بد
ما و شما را باز می‌دارد. یکمش گمان بد کردن در حق یک شخص دیگر، دوم جستجو کردن و تجسس کردن در کارهای دیگران، عیبهای دیگران را، وظیفه‌های دیگران را ما جستجو کردن الله سبحانه و تعالی همچنین منع میکند. این هم صفتی بد هست. و سیوم الله سبحانه و تعالی ما و شما را باز می‌دارد از غیبت کردن که الله میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا، و نباید غیبت بکنید بعضیتان بعض دیگرتان را. الله میگوید ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، یعنی آیا دوست می‌دارد کسی از شما که گوشتی برادرت را، گوشتی برادر خود مردهش را بخورد؟ یعنی آیا کدامی از شما دوست می‌دارد که برادرتان بمیرد شما گوشت آن را بخورید؟ پس غیبت کردن به مثل گوشت برادرت را خوردن است. غیبت کردن به مثل گوشت برادرت را خوردن هست. چی طوره که برادرت وقتی که میمیرد اون جسمش در پیش تو هست، وقتی که تو او را میبری پاره میکنی او از خود دفاع کردن نمیتواند، زیرا اینکه جسمی بیجانش در نزد تو هست. پس همچنین غیبت هم به مثل همین است. وقتی که تو یک انسان رو غیبت میکنی اون همراه تو نیست که از خودش دفاع بکند، اون بیچاره همراه تو نیست که از خودش دفاع بکند. پس به مثل این هست که گویا تو برادری خود مرده‌ات را گوشتش را پاره کرده، گوشتش را خوردی. به مثل همین است. یعنی که در این الله سبحانه و تعالی تشبیه قبیح میدهد. چطوره که این را دوست نمیدارید؟ الله میگه فکرهتموه، بدون شک و شبهه که شما از این کار نفرت دارید، این کار برای شما خوش نمی آید، شما نمی خواهید که گوشت برادرتان را بخورید. وقتی که نمی خواهید گوشت برادرتان را بخورید، پس همچنین برادرتان را غیبت نکنید، زیرا اینکه غیبت کردنم مانند گوشت برادرتان را خوردن می باشد. واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. الله سبحانه و تعالی میگوید که بترسید از الله جل جلاله، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی توبه پذیر و مهربان هست. یعنی که تا این زمان نمیدانستید غیبت چیست و غیبت میکردید، اکنون که فهمیدید غیبت کردن گناه بزرگ است، پس اکنون از غیبت کردن شما دست کشید. مخصوصا از غیبت کردن زمامداران وظیفه و حکومت، مخصوصا از غیبت کردن عالمان و طالب علما و دعوتگران، از این مخصوصا از اینها غیبت کردن اینها دوری بجوید، زیرا اینکه اینها مفسده بزرگ دارد. وقتی که تو کسی که بالای وظیفه است اون را غیبت میکنی، مفسده بزرگش همین است که روز فهمید که تو غیبتش کرده ای، دشمنی کلانتر و زیادتر می شود. بالای حرام بودنش همچنین ضرر دنیوی به تو می رسد. یا یک عالم و دعوتگر را وقتی که تو غیبت میکنی در پیش دیگرها، پست میزنی و در نزد دیگرها آن را آبرویش را میریزانی، این سبب می شود که اون دیگران این عالم را، این طالب علم را، این دعوتگر را گوش نکنند و مفسدهش زیاد و کلان است و همچنین گناهش هم زیاد است. از اونه که یک انسان عادی را غیبت میکنی، گناهش از اونه که یعنی یک انسان در بالای وظیفه بوده را، یک عالم را، یک دعوتگر را، یک انسان مشهور را غیبت کردن گناهش کلانتر و بزرگتر است از اونه که یک انسان عادی را غیبت بکنی. پس از غیبت کردن کلانها و مشهورها دوری بجویید. با نام اونه که میگویند حق را در نزد پادشاه گفتن این جهاد است. بله، حق را در نزد پادشاه در روبرویش گفتن جهاد است، نه اینکه با شبکه اینترنتی و نه اینکه با مقاله نویسی و نه اینکه با ویدیو کردن و نه اینکه در نزد مردم. این جهاد نیست، بلکه این غیبت و این مخالفت
و این حرام و از گناهان کبیره می باشد که متاسفانه امروز بسیار از مردم گرفتار شدگی هستند به این بیماری غیبت کردن و به این بیماری ناسزا گفتن. الله سبحانه و تعالی از اینها پناه بدهد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم. پیغمبر میگوید که شما آزار ندهید مسلمانان را و همچنین آبروی مسلمان را برای ریزاندن جستجو نکنید. فانه من تبع عوراتهم، هر کسی که از دنبال آبروی یک مسلمان را ریزاندن هست، یک طالب علم و یک انسان مشهور و یک انسان در بالای وظیفه بوده را میخواهد که آبرویش را بریزاند و قدر و قیمتش را بریزاند و میخواهد در چشم مردم ناچیز نشانش بدهد، فضحه الله ولو فی بیت امه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید که الله این انسان را رسوا میکند اگرچه در خانه مادرش هم باشد. اگر در خانه مادرش هم باشد، الله سبحانه و تعالی میگوید این انسان را رسوا میگرداند. الله سبحانه و تعالی این انسان را رسوای نزد مردم، چی زود چی به دیر چی به تأخیر رسوا میگرداند. چی رسوای دنیا باشد چی رسوای آخرت و رسوای روز قیامت، الله سبحانه و تعالی رسوا میگرداند. از این حساب هیچگاه از دنبال آبروی کسی را ریزاندن نباشد که رسوای دنیا و آخرت خواهد گشت. اما در مسئله کسی که از شما مشورت میپرسد درباره، اگر اهل علم باشید، اگر درباره کسی معلومات دارید، کسی از شما مشورت میپرسد فلان انسان چی طور هست، در این صورت شما حق را گفتن این غیبت نیست، بلکه واجب است که شما حق را بگویید و آن چیزی که هست واقعیت را بگویید و تنهایی با اون شخصی که از شما مشورت میپرسد. به دلیلی که فاطمه بنت قیس رضی الله عنها نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان شدند که اسامه ابن زید و معاویه ابن ابی سفیان و ابو جهم از این فاطمه خواستگاری کردگی است، کدام یکی از اینها را به شوهری قبول بکند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ابو جهم یعنی انسانی زننده هست، مردی که زنها را میزند هست و زنان را میزند، این ابو جهم، یعنی از این دوری بجو. و معاویه انسان فقیر است، چیزی ندارد، پس از معاویه هم دوری بجو. اما با اسامه ازدواج بکن، با اسامه ازدواج بکن، گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش توصیه داد. پس در حالت مشورت بیان کردن حال یک شخص این غیبت نمی شود، بلکه این واجب است که انسان باید بیان بکند حال اون انسان را. اما حال اون انسان را وقتی که یک انسان را مشورت میدهی، نه اینکه در شبکه‌های اینترنتی و ویدیو کنی و ثبت کنی و نه، این کار نیست، بلکه مشورت در تنهایی بین تو و آن انسانی که از تو مشورت میپرسد این میباشد و بس. پس امام نووی رحمه الله برای ما و شما اولین آیت را بیان کرد که سوره حجرات آیت 12 می باشد. بعد از این دومین آیت را می آورد امام نووی رحمه الله که سوره اسراء آیت 36 هست. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء، امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء فرموده است که ولا تقف ما ليس لك به علم، یعنی که تو پیروی نکن آن چیزی که تو در آن علم نداری، یعنی درباره چیزی که علم نداری پس تو آن را پیروی نکن، یا از دنبال چیزی که معلوماتش را نداری از دنبال آن چیز مرو. این السمع والبصر والفؤاد، هر آینه گوش و چشم و دل
کل اولئک کان عنه مسئولا. هر یکی از اینها، هم گوشهایتان، هم چشمهایتان، هم دلهایتان، درباره آن چیزی که شما از دنبالش میروید، آن سخنهایی که میگویید، پرسیده میشوید. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت شما را از آن چیزها میپرسد. الله سبحانه و تعالی شما را از آن چیزها میپرسد. پس هر آن چیزی که درباره‌اش علم ندارید، از دیگرها که میشنوید، از دنبال اون نروید، او را تکرار نکنید و اون را برای دیگران نرسانید که این، یعنی که شما در روز قیامت از این پرسیده میشوید. گوش و چشم و دلهای شما در روز قیامت مورد پرسش و مورد سوال و جواب قرار خواهد گرفت. این بود دومین آیتی که امام نووی رحمه الله درباره غیبت کردن و درباره از یک انسان یک چیز رو میشنوی و برای دیگرها گفتن آورده است که این حرام است و همچنین باید انسان گوش و چشم و دل و زبانش را حفظ بکند از گناه و از غیبت و از معصیت. بعد از این امام نووی رحمه الله سیوم آیت را میارد، میگوید که وقال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره قاف گفته است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این جزء از آیت است. خوبتر و بهتر میشد که امام نووی رحمه الله سوره قاف آیت 16 و 17 و 18 را می آورد، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی در آیه 16 سوره قاف میگوید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. الله سبحانه و تعالی میگوید که واقعا ما خلق کردیم انسان را و میدانیم آن چیزی را که وسوسه میکند نفس انسان به آن چیزی که وسوسه میکند. الله سبحانه و تعالی میگوید که ما میدانیم ای انسان نفس تو را به چی وسوسه میکند. پس آن چیزی که نفس انسان وسوسه میکند، اگر انسان به آن چیز عمل نکند گناه نوشته نمیشود. زیرا که حدیثی داریم امام بخاری و مسلم روایت میکند از ابو هریره رضی الله عنه، راوی حدیث ابو هریره هست. ابو هریره رضی الله عنه میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها. یعنی الله سبحانه و تعالی گذشت کردگی است از امتانم آن چیزهایی را که نفسهایشان وسوسه میکند در دلهای اونها، ما لم تعمل، تا زمانی که با اون وسوسه دلهایشان عمل نکند. یعنی تا زمانی که انسان با وسوسه دلش عمل نکند گناه نوشته نمیشود. هر وسوسه‌ای که در دل انسان بیاید، انسان با آن عمل نکند، اون وسوسه‌ای که در دلش آمد گناه نوشته نمیشود. او تتکلم، یا تا زمانی که سخن نگوید با آن وسوسه دلش و تأیید نکند وسوسه دلش را، اون انسان همچون گناه در نامه اعمالش نوشته نمی شود. پس الله سبحانه و تعالی میگوید که ما توسوس به نفسه، الله میگوید و نعلم ما توسوس به نفسه، یعنی ما میدونیم آن وسوسه‌ای که در دل انسان می شود. پس وسوسه تنهایی که در دل انسان می شود الله میداند و اون گناه و معصیت نوشته نمی شود. اما اگر عمل کردی یا سخن کردی به آن وسوسه، یا اون وسوسه را تایید کردی و به دیگرها رفتی اون وسوسه را گفتی، در این صورت آن وسوسه بعد تبدیل می شود به گناه و معصیت. الله در دوام آیت میگوید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله میگوید که ما نزدیکتر هستیم به بنده از رگ گردنش دیده، از شاه رگ گردنتان دیده. الله سبحانه و تعالی برای شما ای بندگان نزدیکتر و قریبتر می باشد. از تمام حالت شما الله سبحانه و تعالی با خبر می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره آیت 17 میگوید که اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، یعنی که هنگامی که یتلقى المتلقیان، یعنی که دریافت میکنن دو دریافت کننده، دو ملائکه که در طرف راست و در طرف چپ نشسته هستند،
آن دو ملائکه که در طرف راست و در طرف چپ شما نشسته هستند، اونها دریافت میکنن، مینویسن و به دست میارن هر کاری که شما میکنه او را مینویسن. الله اکنون در آیت 18 میگه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی که سخن نمیگوید و هر آن چیزی که میگوید، ما یلفظ من قولین، یعنی انسان هیچ چیزی به زبان نمی آورد الا لدیه رقیب عتید، مگر اینکه نگهبانی مهیا و آماده انجام مسئولیت در نزد اون انسان وجود دارد. یعنی که دو ملائکه در نزد انسان است که یک تاش تمام نیکی های انسان را می نویسد و دیگرش تمام بدی های انسان را می نویسد. هر سخنی که می گویی آن نوشته می شود. یعنی که اون دو ملائکه عتید هستند، عتید، رقیب و عتید. رقیب یعنی نگاهبان های هستند که عتید هستند یعنی آماده هستند، آماده انجام مأموریت و مسئولیت هستند. یعنی هر لحظه از زبان تو چیزی میبراید اون رو نوشته میکنن. لحظه نیست که آن سخن گفته تو از نزد این دو ملائکه به خطا رود و دو ملائکه نشنوند. یعنی هر کاری میکنی، شب و روز و سحر و بیگه، هر لحظه هر کاری میکنی، این دو ملائکه آن عملهای تو را نوشته میکنند، آن عملهای تو را ثبت میگردانند. پس انسان باید بسیار متوجه باشد از سخنگویش. چطوری که امام احمد ابن حنبل در زمان بیماریش نزدش آمدند، وقتی که امام بیمار بود و در نالوش که میکرد از بیماری، وقتی که براش حدیث رسانده شد و از نالوش کردن بیماریش حتی دست کشید، زیرا که نالوش کردن بیماری همچنین نوشته می شود در نامه اعمالتون. وقتی نالش کردن بیماری در نامه اعمال نوشته شود، پس به طریق اولا هر سخنی که می گویی آن نوشته می شود و آن نوشته خواهد شد. پس بسیار انسان باید متوجه باشد، باید بسیار هوشیاری بکند که از این دنیا استفاده به دست برده تواند. پس این بود 3 آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب حرام بودن غیبت و حفظ کردن زبان آورده است که ما باید زبانهایمان را حفظ کنیم و غیبت کردن از گناهان کبیره می باشد. اکنون امام نووی رحمه الله میگوید اعلم انه ینبغی لكل مکلف، میگه بدان لازم و حتمی است برای هر مکلف ان یحفظ لسانه عن جمیع الکلام، باید حفظ بکند زبانش را از هر گفتار، از هر سخن زبانت را حفظ بکن، الا کلاما ظهرت فیه المصلحة، مگر سخن را که آشکار باشد درستی و مصلحه و فایده آن سخنی که آشکار است مصلحتش، فایده و درست بودنش، پس آن سخن را بگو. از غیر این، از سخنهایی که از دیگرها شنیدی، از آن دوری بجو و به آن نزدیک نشو که این بسیار عملی بد و بسیار عملی زشت است. انسان سکوت را اختیار بکند مگر اینکه سخنهایی که ظهرت فیه المصلحة، یعنی آشکار هست فایده اون، چه فایده دنیوی باشد، یعنی دیگرها را نصیحت کردن، از راه بد گرداندن، چه فایده قیامتی که مثلا قرآن خواندن، ذکر کردن، تسبیح گفتن، که اینها را فایده اشان آشکار و روشن می باشد. و امام نووی رحمه الله میگوید و متى استوى الكلام و ترکه فی المصلحة، و هرگاهی که میگه برابر شود سخن را، برابر شود سخن گفتن و سکوت کردن در مصلحت، در فایده یک سخن، دیدی که سخنم بگویی مصلحه و فایده دارد، سخنم نگویی مصلحه و فایده دارد، یعنی که هر دوشه مصلحه فایدهش یک است. فالسنتو، پس میگه فالسنتو، سنت در همین موضوع میگه الامساک عنه، خودداری کردن از آن سخن است.
وقتی یک سخن را فایدهش، یعنی بگوی نگوی فایدهش یک است، در این صورت تو آن سخن را نگو، یعنی گفتن را ترجیح نده، نگفتن را ترجیح بده، آن سخن را نگو. چرا؟ لانه قد ینجر الکلام المباح الى حرام او مکروه، زیرا اینکه گاه می انجامد، گاه انسان را می برد سخن مباح به حرام یا به مکروه می رساند. گاهی هست که یک سخن گفتنش درست است، اما در آینده ها و بعدها اون انسان را به گناه و معصیت می رساند. و ذالک کثیر فی العادتی، و این بسیار در روند زندگی و در عادت وجود دارد که یک انسان یک سخن ناچیز آهسته آهسته انسان رو به حرام برده میرساند، آهسته آهسته انسان در بین انسانیت دشمنی و در بین برادران و دوستان عداوت و بدبینی را جایگیر میکند. از این حساب میگوید سخنی را که گفتن و ناگفتنش برابر شد نگویی بهتر است. یعنی سخن مباح را، مباح باشد که گفتن و نگفتنش فایده اش یک است، در این صورت نگویی بهتر است. و سلامت لا یعدلها شیء، یعنی که سلامت ماندن از گناه، لا یعدلها شیء، یعنی برابر شدن نمیتواند چیزی. یعنی بهترین همین است که انسان از سلامت ماندن از گناه سعی و کوشش بکند. وقتی که از سلامت یگان چیز برابر به سلامت ماندن از گناه که نمی شود، پس از سخنانی که گفتن و ناگفتنشان در اجر و پاداش یک است، پس شما اون سخنها را نگویید و از آن، یعنی در فایده یک باشد اون سخنها را نگویید، بلکه از آن سخنها دوری بجویید و آن سخنها را ترک بکنید، یعنی که زبانهایتان را حفظ بکنید و نگه بدارید. خب این بود سخن امام نووی رحمه الله. اکنون بعد از این امام نووی رحمه الله در قسم حدیث ها میگذرد. اولین حدیثی که در زیر باب حرام بودن غیبت و امر شدن به حفظ کردن زبان، امام نووی رحمه الله اولین حدیث را می آورد. این اولین حدیث این باب حدیث 1510 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1510 کتاب ریاض الصالحین میگوید: عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی هر کسی که ایمان به الله و ایمان به روز قیامت داشته باشد، فلیقل خیرا او لیصمت، پس باید سخن نیک بگوید یا سکوت را اختیار بکند. این حدیثی متفق علیه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کسی که ایمان به الله و ایمان به روز قیامت دارد، باید این صفت را با خودش داشته باشد که اگر سخن میگوید سخن نیک بگوید، اگر سخن میگوید سخن خوب بگوید، او لیصمت، یا سکوت را اختیار کند. سخن حق گفتن نمیتوانی، سخن نیک گفتن نمیتوانی، پس سکوت را اختیار بکن. اما کسانی که سخن نیک گفتن نمیتوانند و سکوت را هم اختیار نمیکنند، برای خنداندن مردم و برای سخنگویی و برای دل دیگرها را شاد کردن سخنهای سفسطه‌گویی میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری درباره این طایفه مردم یا این طایفه مردم را پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که ویل للذین یحدثوا، یعنی ویل باد برای کسانی که سخن میگویند، فیکذب لیضحک به القوم، و در سخنگوییشان دروغ میگویند تا اینکه گروه را بخندانند، به خاطر خنداندن مردم سخنگویی میکنند. ویل له، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که وای به حال اون انسان، وای به حال اون انسانی که برای دیگرها را خنداندن دروغگویی میکند و دروغ میبافد و دیگرها را میخنداند. پس این گناه بزرگ است که انسان باید از این دست بکشد. انسانی که ایمان به الله و به
قیامت که دارد سخن گفته میتواند سخن خیر و نیک بگوید، سخن نیک گفته نمیتواند سکوت را اختیار بکند. این حدیثی متفق علیه می باشد. و هذا الحدیث صریح، امام نووی رحمه الله میگوید و هذا الحدیث صریح، یعنی این حدیث صریح و روشن است فی انه ینبغی، درباره این که لازم است برای انسان الا یتکلم الا اذا کان الکلام خیرا، یعنی سخن نگوید مگر اینکه نیک، در سخنی که نیکی هست آن سخن نیک را بگوید، در غیر نیکی را اون انسان نباید بگوید. و هو الذی ظهرت مصلحته، یعنی همون سخنی که آشکار و روشن شود درستی و فایده اش، وقتی دید که با گفتن اون انسان نصیحت کردن، پند و نصیحت کردن، سخن الله و رسول را رساندن، یک انسان را راهنمایی کردن، وقتی دید که در اون انسان این سخن نیک است پس آن را بگوید. و من شک فی ظهور المصلحه فلا یتکلم، امام نووی رحمه الله میگه هر کسی که شک بکند در آشکار شدن فایده آن سخن نباید میگه اون انسان سخن بگوید، پس اون انسان از سخنگویی دست بکشد. وقتی که سخنت هیچ فایده ندارد و در سخن تو مصلحه نیست، پس تو از اون سخنت، از سفسطه گویی، از دروغ گفتن برای در بین مردم را برای خنداندن و برای مردم را شاد گفتن، شاد کردن که سفسطه گویی میکنی، از این سفسطه گویی هایت دست بکش و از این دوری بجو که هر سخنی تو نوشته می شود، پس وای به حال و در روز قیامت چی جواب خواهی گفت برای این سخنهای رانده ات. این بود حدیث 1510 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1511 کتاب ریاض الصالحین را آورده. در زیر حدیث 1511 کتاب ریاض الصالحینش امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی موسی رضی الله عنه قال، یعنی از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت قلت یا رسول الله، ابو موسی میگه سوال کردم که ای رسول الله ای المسلمین افضل، یعنی کدام مسلمان برتر و بالاتر است، کدام خصلتی از مسلمان افضل است یا کدام نمودی مسلمان ها افضل ترین مسلمان ها می باشند. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی که کسی که هر شخصی که در امان باشد مسلمان ها از زبان آن شخص و از دست آن شخص، یعنی از آزار زبان اون شخص دیگر مسلمان ها در امان باشد، غیبت کننده نباشد، دشنام کننده نباشد، ناسزا گوینده نباشد، انسانی که این صفات را نداشته باشد اون برترین و افضلترین مسلمان می باشد. و همچنین و یدیهی و از ضرری دستش دیگر مسلمان ها در امان باشد که دیگر مسلمان ها را نزند و دیگر مسلمان ها را با دستش آزار ندهد، پس این افضلترین مسلمان می باشد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این دو حدیثی که در اخیر خواندم، این دویم حدیثش حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم روایت میکند. در این دو حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را امر میکند به سخن نیک گفتن و به زبانهایمان را حفظ کردن، که باید زبانهایمان را حفظ بکنیم و از غیبت دوری بجوییم، از آزار زبان و دستهایمان دیگرها را در امان نگه بداریم. پس این بود دو حدیث از زیر باب حرام بودن غیبت. بعد از این بود حدیث 1511 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1512 کتاب ریاض الصالحین، این حدیث 1512 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.